سلام، من تناز عشق ابدی‌ام. دیدم که یه تریبون هست، اومدم صحبت کنم. سلام پرستو جون، سلام به همگی. صدای منو دارید؟ یعنی شما که برنامه هم خانم تنازی که تو اشاره من تناز عشق ابدی‌ام و اول برنامه دیدم یه سری صحبت‌ها از آسیب‌ها زدید. گفتم که به عنوان کسی که توی این برنامه بوده بهتره که بیام صحبت کنم. من یه دختر 23 ساله‌ام که بعد از این برنامه مجبور به مهاجرت به استانبول شدم و تنها راه درآمد من همین پیجی بود که مردم برای من ساختن. وقتی که صدای من میلرزه چون که من بارها بعد از این برنامه دست به خودکشی زدم به خاطر تمام توهین‌ها، به خاطر تمام این بی‌عدالتی‌ها. الان تمام حرفای مردمی که اومدن بالا صحبت کردن و تک به تک شنیدم، همشون جوری رفتار میکنن که تناز حقشه. یعنی من به عنوان یک زن میگم آقا اگه زن ستیزی یه چیز هست به عنوان زن ستیزی، وقتی رو من اسم عناز میذارن به من میگن خوک، میگن تناز بو میده، آقا اینم پس یه جرمه. به عنوان اینکه من زنم دارن به من آسیب میزنن، چرا از من دفاع نمیشه؟ و بارها شنیدم که به من گفتن چون تو زن نیستی تو حیوانی و باز هم بی احترامی. من یه دختر جوونیم که وقتی وارد این برنامه شدم همیشه شوق زندگی داشتم، همیشه خوشحال بودم، شیطون بودم، بازیگوش بودم. اول که به مرور توی اون برنامه به خاطر آسیبا، به خاطر پشت صحنه فوشا، جنگای روانی که واسه من ایجاد میکردن، مخصوصا بعد از اینکه اکس شاهین اومد، آسیب به من رسید، به مرور عصبی شدم، پرخاشگر شدم. چرا نمیگن تناز چی شد که اینجوری شد؟ چرا همین الانش یک بار نیومدن بگن تناز توی اون رابطه‌ای که داشت تلاش میکرد واسه شاهین، چرا هیچ کس نگفت بابا تناز که خبر نداشت؟ چرا هیچ خوش جای من نذاشت؟ من اصلا نمیخوام سفید کنم خودمو، نه قصدم، چون میگن کسی که خوابه میشه بیدار، کسی خوش زده به خواب نه. من فقط میخوام یه حرف بزنم. الان سیزن 2 میاد، 3 میاد، 4 میاد و همینجور سیزن‌های بعدی. مردم شما فکر نکنید فقط یه فورشه یه ریپورتیه. من اومدم کار کنم با پیج، هر پیجی که من تبلیغ می‌کردم شما زدید ریپورت می‌کردید، از من جریمه مالی می‌خواستن. من که نه زبان ترکی بلدم داخل استانبول برم سر کار، به خدا که کی تناز کی ریپورت می‌کرد مردم کی ریپورت می‌کرد مردم یا همون بچه‌هایی که داخل عشق ابدی بودن داخل تلگرام گروه می‌زدن، گروه به انداز واسه خودتون داشتید دیگه. این آره ببینید ما اینو استابلیش کردیم اینجا که این برنامه مشکلش این بوده که بهداشت روانی شرکت کننده‌اش رعایت نکرد. ما راجع به این صحبت کردیم. خیلی متاسفم که و من خواهش می‌کنم از مردم و از خود بچه‌های عشق ابدی 2 که برای هم لشکرکشی نکنید. شما یه تایمی گذروندید، هر کی بوده اونجا بوده، تموم شده رفته. بعد برنامه کش ندید، بعد برنامه خانواده‌های همون زیر سوال نبرید، لشکرکشی نکنید. و مردم شما فکر نکنید یه فوشه یه ریپورت آسیب میرسونید به اون فرد، لطفاً نکنید. من تنها حرفم اینه، همین بچه‌هایی که همشون الان به من فوش میدن به خاطر چی؟ کپشن‌های جهتدار خود عشق ابدی آفیشیال که همه کپشناش بر علیه منه، ادیتایی که خورده، مثلا طرف به من فوش داده، فوش اون نیست، جواب فوش من هست که همه میگن تو چرا بی‌دلیل به طرف فوش دادی و هر کی توضیح میدم یا نداری دروغ میگی. خب حق دارن، وقتی توی برنامه نیست چیو باور کنن؟ وقتی با ادیت‌های جهتدارتون یک نفر منفور و یک نفر محبوب میکنید، اینا بدونید که ممکنه اون یک دختر ضعیف، حالا چه قوی که ضعیف، آقا دست به خودکشی بزنه. من الان یک ماه خانواده‌ام پیشم که مبادا من کاری کنم به خاطر آسیبایی که دیدم، به خاطر این حجمه‌ای که به من وارد شد. مثلا آمادگی همچین چیزی نداشتم. تو اولین بار بود همچین برنامه‌ای ساخته میشد و مردم دارن نگاه میکنن. اولین بار یه تابو شکنی شده توی یوتیوب یه برنامه این شکلی و مردم به جای اینکه لذت ببرن و همون بچه‌هایی که شرکت کردن یوتیوب بزنن 20 تایی به من فوش بدن، بریزن دایرکت مامان من تهدید کنن که بچه‌تو فلان می‌کنی، فیلمتو می‌فرستی، این کارو می‌کنیم، جنازه‌شو می‌فرستیم. و بارها اینجوری شده که مادر من با تنی لرزون و حال بعد به من زنگ داد که تو توی یه کشور غریبی، من نگرانتم. فکر نکنید خیلی ساده است، خیلی آسیب میرسونه، خیلی. لطفاً